دیدی همش سر افطار دلمون یه چیز شیرین میخواد؟ چی بهتر از یه خاگینه مغزدار که نیم ساعت هم حاضر بشه. برای درست کردنش تخم مرغا رو بریزید توی ظرف، بهش وانیل و پودر هل اضافه کنید و با همزن دستی یا برقی اونقدی بزنید تا رنگش کرمی بشه. بعدم ماست شیرین و زعفرون اضافه کنید و مخلوط کنید. حالا آرد و بیکینگ پودر رو روش علک کنید و هم بزنید تا کاملا یک دست بشه. اون طرف هم به گردوی خورد شده دارچین، پودر هل و پودر گل محمدی اضافه کنید و مخلوط کنید. کف تاب 2-3 قاشق روغن بریزید و نصف مواد خاگینه رو روش بریزید. 1-2 دقیقه درش رو بذارید تا روی ببنده. بعد هم از مواد میانی روش بریزید و پخش کنید. در نهایت هم مابقی مواد خاگینه رو روش بریزید و درش رو بذارید با حرارت ملایم سرخ بشه. بعدم برش گردونید تا اون طرفش هم سرخ بشه. آخر کارم باید از شهد خنک شده روی باقلوای داغ بریزید. دستور شهد هم توی کپشن براتون گذاشتم. این خاگینه خیلی طعم باقلوا رو داره. کنار چای هم حسابی میچسبه. یه دسر خوشمزه برای سر سفره‌های افطارتون. درست کنید و نوش جونتون. این چیکن استراگانوف پای ثابت مهمونیای منه. هم خیلی خوشمزه و پرطرفداره، هم راحت و سریع آماده میشه. برای شروع سینه مرغ و نواری رو به این اندازه برش بزنید. بعد هم با ادویه‌ها مزه‌دارش کنید و حداقل نیم ساعت بذارید تا بمونه. حالا توی تابه با یه مقدار کره و روغن حدوداً 7-8 دقیقه با حرارت متوسط سرخش کنید. بعد هم از تابه در بیارید و توی همون تابه پیازای خلالی خرد شده رو اضافه کنید. پیازا که یه مقدار سبک و طلایی شدن، قارچای خرد شده رو هم اضافه کنید. یه مقدار آب لیموی تازه هم بریزید تا قارچا سیاه نشن. آب قارچا که کشیده شد، یه حبه سیر رنده شده و بلافاصله آرد رو هم اضافه کنید. چند ثانیه تفت بدین. بعد هم خامه و شیر به دمای محیط رسیده رو اضافه کنید و هم بزنید تا به این غلظت برسه. در آخر هم مرغای سرخ شده رو اضافه کنید و مخلوط کنید. 2-3 دقیقه بعد هم حرارت رو خاموش کنید. این غذا باید با سیب زمینی سرخ شده سرو بشه. سیب زمینی هم حتما باید خلالی و خیلی نازک برش بخورن. به همین راحتی یه غذای مجلسی خیلی لذیذ، خوشگل و خوشمزه دارین که برای دور همیا و پذیرایی شام عالیه. درست کنید و نوش جونتون. اگه میخواین سیب زمینی سرخ کرده هاتون مثل رستورانیا ترد و پوک بشه، با این روش درست کنید. سیب زمینیای درشت میخوایم که بعد اونا رو خلالی و یه اندازه برش بزنید. بعد هم بریزید توی آب و نشاستش رو بگیرید. حالا یه ظرف آب و یخ بیارید، توش زردچوبه، نمک و سرکه بریزید. بعدم سیب زمینی‌ها رو بریزید داخلش و اجازه بدید نیم ساعت بمونه تا رنگ سیب زمینی‌ها زرد بشه. بعدم آب کشی کنید و روش نشاسته ذرت بپاشید و زیر و رو کنید. حالا توی روغن داغ و شناور سرخشون کنید و در آخرم پودر آویشم بپاشید و از خوردنش لذت ببرید. نوش جونتون.